و بله اینطوری بود که من و جناب بقایی از طرف کمیسیون بازگشت چهره‌های سیاسی به طرف دبی رفتیم. من که تصویر خودم را در فرودگاه یا میدان هوایی کابل می دیدم، اعتماد به نفسم چند برابر شده و جدیتر و مصممتر از قبل به نظر می رسیدم. سترګې پورته کران ګوره چې باید پر تا ولاړ یم. ادم خانه ودرگه ما هیچ تایره بالا نشدم، بسیار می ترسوم. خو نه ترس دیگه، بیا معصومم رایت، هیچ ترس نخور. ای خدا، ما از اینا ده بیش میخواستم، تو اینج برای ما دادی؟ یه با خدا ما کجاست 72 تای دیگه؟ یه با خدا، یه هوران است که بو که از جنت چطور آمده اینجا؟ یه آدم خان چرا استاد است که برو گل دیگه از پشت سر میام. یه آدم خان چی کار میکردی اونجا را بند انداخته بودی؟ یه جمعوت یکم تحریک شده بودیم. اولا ما هم کمان دابو تحریک شو میش طرف اشتایل نکدم. چی؟ ای خدای بازم آمد، با خدای نفت تحریک میشم. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Roadshare Flight or Heathrow. یه آدم خان من میگم طرف اشتایل نکو بس تحریک نمیشی. Point out the safety features. جناب بقایی بسیار مهم است، برای یمینی برای حفاظت جانم است. اگر روی هوا نفس کم بیاریم، اگر گوش نکنیم یا سل نکنیم خو میموریم. چی؟ راست میگی؟ او تاس خمان سعی کنم. To open, lift the buckle cover, which should be faced away from you. مگر جناب بقایی یک نگاه کردن است، یک با نگاه کردن یک شما میکنیم یه دمو دویی میشه. From the panel above your head. The exits, 2 doors at the rear of the cabin, left and right. 2 doors at the front of the cabin, left and right. There are 2 window exits at the center of the cabin, left and right. Thank you for your attention and we wish you all a pleasant flight. جناب بقایی رفت. و جناب بقایی سعی که می خانه است یا نه؟ نمی خودش از اون نمیش نوشته است. خود زنگش پشار بیدی که کس است یا نه است؟ واز کو دیگه چرا واز نمیکنه اینه چیکار؟ بله شما کی هستین؟ ما آدم خان است و من دوالیم از جناب بقایی، ما از طرف کمیسیون بازگشت چهره‌های سیاسی آمدیم تا برای جمهور دیدار کنیم. بله بفرمایید. جناب بقایی میفرماییم. باشه کجا میبره این ماره یکان جای خطرناک نبره. سلام برای نخماوی بزرگ کاکای میشان آدم خان تشریف آوردن. سلام علیکم جناب رئیس جمهور. السلام علیکم آدم خان سی مشتلموس مننه. تشکر جناب اسبق، بسیار خوشحال شدیم. میم جناب بقایی اندوالیم است. سلام علیکم. السلام علیکم. ولا بسیار برای خود دیدین دبدبه و کبکبه داشته، ما ناک ورخطا بودیم جناب اسبق. بسیار خوشحال شدیم که ما شما را دیدیم.
چرا رئیس جمهور اسبقتون میگی؟ من رئیس جمهور بر حال تون است. مزاق نکنین صاحب. قریب به 1 سال است که از جیغ زدن مانده. چطور بر حال هستی؟ ما که استعفا ندادیم، فرار کردیم. از نظر فقها فرار کردن موجب ابطال رئیس جمهوری نمیشه. خواه جناب، گذشته ها گذشته، هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگرده. خواه او ریلک فرار بوده چی بود نبود. حالی ما از طرف کمیسیون دعوت و بازگشت آمدیم که شما را همراه خود به کابل ببریم. شما میدانید که بعضی اندوالای شما پس آمدن و با ما همکار شدند. من بسیار دوست دارم به کابل برگردم. دلم برای ارگ و هفدن گوشتیان تنگ شده است. گوشت به جان نزار شوه. مردم نان خوشکش خواب میبینه، شما عبدالرقم گوشته. مزاق کدوم او بچه. من خو گوشت خور نیستم. سهمه گوشت مرا همیشه شوسن سیب میخور. اگر من گوشت خور می بودم جناب محقق سیب مرا رودقاق نمی گفت. بله جناب، من تو جسمان مرده نیستم، اما زبان من تیز است. در این قسمت بسیار تفاهم داریم. راستی در دفتر کارم بعضی از وسایل هایم را جا گذاشتم، مانند بوت هایم، درشو هایم، نیکتایی ها و لونگی هایم. امونو کجا شدن؟ بله جنابی، از وقت پشت دو چیزا نگرد. دو چیزا دم روز اول کلشان چورو چپاول شد. راست میگی. دلماری پشت سر یک جورا کلاه پنجابی داشتم، اما چطور؟ نه کلاه پنجابی خود میگی؟ او رو پنجابی دم روز اول بردن. ایت بردن بود چی میگی تو؟ فهمیدی کمانده بود کلاه دکتر عبدالله از جانش بکشه ببره. راستی از دکتر سیب لشمک و کرزه سیب پشمک چیگه بود؟ روزشون چطور تیر بشه؟ اونا رو میگی؟ اونا ساعتشان تیر است ولا؟ یک روز کرزه بعد عبدالله دیدار میکنه و روز دیگر عبدالله با کرزه دیدار میکنه. تبادل نظرم میکنن. جانی من جیگری من نظمت چرا رنجیده. خداوند جلوشانو در کمر دکتر سیب عبدالله و کرزه سیب بزنه. یک روز از دستشون در آرامش نبودم. یکش از بیرون حکومت شیطنت و دیگری از داخل حکومت کشمیر. از ما گناه چی دیده؟ خوب جنابی، از وقت میگذاریم از دیگه پا. حالی جواب مرا بگو که ما از طرف امارات آمدیم تا شما را با خود به کابل ببریم. همراه ما میری یا نه؟ اگه امارات راست میگه چرا یک مقام بلند پای خود روان نکرد که تو رو روان کرد؟ که نه پای تو بلند است و نه سایه تو. جناب ما مقام بلند پایه امارات هستم. ما درسته که نظر جسمی خورتر هستم. ما سنن و علما شما خورتر هستم. اما ما نماینده تعامل اختیاری مرا داشتم. ما به ایران مسافرت کردیم. ما سفرهای به پاکستان داشتیم. ما با مقامات آن کشورها دیدار کردیم. شما از مقامات آن کشورها بالاتر هستین؟ بسیار یک انسان خودخوش هستی. تو اگر کدام چیزی می بودی سرت برنامه تنجور نمیکرد. بله جنابی اسبق دنبالی گپا نگرد، پشتی گپا نگرد. مردم تری تو هم تنز کم جور نکده. چند وقت پیش یک جوان صدای تو یک رقم تقلید میکرد که آدم خیال میکرد خودت در گپ میزنی. ویدیوی شدیدو ما هم دوال فکر کردو خودم است. یک لحظه دوچار بوران اویت شدو، حیران ماندم که اگه او ماست پس مکیستم. خواه بس بخصای بازم گپ رفت جای دیگه. خواه این بخیر سبا آمدگی بگیر که طرف کابل پرواز کنیم. خواه بریم جناب بقیه که ناوقت میشه. کتیمان اونچاش نبخوره دم خونسه. نه بسیار تشکر. ما آمدیم که شما را از امارت عربا ببریم به امارت خودی من. چی میکنی به امارت عربا ششته؟ بریم به امارت خودی ما افغانه. با ملا سبایبو
و رئیس الوزراء سلام مرا رسون. برشان بگو نوش جانتان خوب خاک ما را به باد دادیم. 4 روز ما خوردیم، 4 روز شما بخوریم. از طرف من روی شاه حسین صاحب خوب قایم ماج. الرحمن الرحیم. تو در کجا هستی؟ او با می پدر کلانت نالد تمام روز تو در گشت هستی.